برق گران می شود. از ماه نوامبر نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق 20 درم می شود که از نرخ فعلی 4 درم بیشتر است. دایره 1.5 متری سید نادر حیدرов استای تاجیک از کلاب کلانترین دایره ساخته‌اش را به موزه ملی تحفه کرد. در تاجیکستان از 1 اکتبر فصل نوبتی دعوت جوانان به ارتش شروع شد. جوانان از سن 18 ساله تا 27 در تاجیکستان عهده دارند تا 2 سال در صف قوه‌های مسلح خدمت کنند. در گذشته حادثه‌های جلب مجبوری جوانان به ارتش و یا به اصطلاح ابله جای داشت. اما مسئولان وزارت مدافعه میگویند امسال شماره جوانانی که داوطلبانه خواهشی به ارتش رفتن ظاهر کردند بیشتر شده است. زیرا شرایط بهتر خدمت در صف قوه‌های مسلح جوانان را بیشتر به ارتش دلگرم کرده است. گزارشی همکارم براد یوسفی را در این باره با هم می‌بینیم. در روز اول موسم دعوت تیرماهی به ارتش تنها در شهر دوشنبه حدود 200 نفر جوانان داوطلبانه به کمیساریات نظامی مراجعت و به صف ارتش پیوستند. با گفته وزارت دفاع در این روز شماره جوانان داوطلب برای خدمت در صف ارتش تاجیکستان در دیگر نواحی کشور نیز به فرق از گذشته بیشتر به نظر می رسید و این امکانیت می‌دهد که با مسئولین وابسته دولتی دعوت بهترین ها رو به صف قوای مسلح شامل نمایند و کمیسیای طبی میتواند که برای خدمت نمودن یا اینکه برای شامل نمودن شهروندان به صف قوای مسلح بهترین ها رو انتخاب نماید. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان افزایش شماره جوانان داوطلب به صف ارتش ملی را مربوط به بهتر شدن شرایط خدمت حربی، پیشنهاد امتیازها و تبلیغ جوانان عنوان کرد. شهروندان سن سال قبل از خدمت با طریق کمیساریات‌های حربی با قسم‌های نظامی دیدن می‌نمایند و با چشم سرد یعنی با چشم خود آمده از شرایط بود و باش خدمت در صف قوای مسلح شناس می‌شوند. همزمان از جانب مقامات‌های اجرایی حکومت دولتی و کمیساریات‌های حربی پیوسته تشکیل و برگزار نمودن کاروان‌های دیدار. این در حالی است که سالهای قبل شروع دعوت به صف ارتش میان جوانان به اصطلاح روسی ابله معروف بود. با علت آنکه شماره زیادی جوانان قابل خدمت از ارتش سرپیچی می‌کردند، مقامات انتظامی و نظامی برای اجرای نقشه دعوت جوانان را از کوچه و خیابان‌ها اجباراً به ارتش می‌بردند. اما بعد از ختم دانشگاه چنین دعوتنامه من عموماً از کمیساریات حربی نگرفتم و به واسطه ابلاغ به خدمت حربی رفتیم و یک سالی خرج فرزندیمون را ادا کردیم. اما وزارت دفاع تاجیکستان میگوید افزایش شماره جوانان داوطلب برای خدمت در صف ارتش ملی در این موسم به جلب اجباری ضرورت باقی نمیگذارد. در ضمن قبل از آغاز موسم دعوت به صف ارتش مقامات شهر و نواحی و مسئولین دعوت به ارتش در جلسه در حضور عظیم ابراهیم معاون سروزیر تاجیکستان موظف شدند که نقشه دعوت به ارتش را تا 2 ماه طول نداده در کوتاه‌ترین فرصت اجرا کنند. نرخ نیروی برق در تاجیکستان بلند می شود. سر از ماه نوامبر ساکنان تاجیکستان برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق حدود 20 درم پرداخت خواهند کرد که نظر با نرخ فعلی 4 درم گرانتر است. عین زمان نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی کشور بجز از ساکنان ولایت کوهستان مختار بدخشان 16 درم است. نرخ نیروی برق با یک قرار حکومت بالا برده شد که روز 25 سپتامبر امضا شد. روز 2 اکتبر به دست آزادی رسید این قرار. تقریبا 1 ماه این جانب ساکنان از محدودیت در انتقال برق و یا لیمیت به خانه‌هایشان از منطقه‌های گوناگون شکایت می‌کنند. شرکت برق تاجیک لیمیت برق را رد کرده می‌افزاید که انتقال برق به منزل‌های ساکنان بنابر کارهای تعمیر در خط‌ها نامنظم است. هر فصل زمستان نیروگاه‌های تاجیکستان بنابر کمبود آب برق کمتر تولید می‌کنند. انتظار می‌رود با به کار درآمدن چرخه نخستین نیروگاه راغون که قرار است 16 اکتبر صورت بگیرد محدودیت برق از بین برود. ماه روان در شهر دوشنبه سینما بزم دیدار شروع می شود. در عرفه افتتاح این چهاربینی فرهنگی کمیته تدارکات آن گفت که در بخش اساسی آن فیلم های تاجیکی راه نیافتند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم. فیلم های تاجیکی به بخش اساسی جشنواره دیدار شامل نشدند. برای سفر حق داده رئیس سینماگران تاجیک
این یک واقعه غیر معمولی باشد هم قابل فهم است. چی برنامه‌سازی فستیوال مثلا اون طلباتی که نسبت به فیلم‌های بین‌المللی دارد شاید در فیلم‌های بلندی داستانی ما همون قانع نشدند، به خاطر همین وارد نکردند. در جشنواره امساله دیدار 70 فیلم از 15 کشور شرکت میکنند. تنگنا فیلم از محیدین مظفر که بر اساس نوشته نویسنده تاجیک ساربان تهیه شده است برای سبقت در این جشنواره پیشنهاد شده بود. به قول مسئولین آن را در بخش فیلم های ملی جای دادند. یک فیلمی که دعوای وارد شدن به این چیز داشت ولی در که سطح حرفیتش خیلی بلند است نسبت به اون فیلم های دیگر و به خاطر تقویت دادن به آزمون ملی فیلم های تاجیکی در اونجا گذاشتن که سطحش هم از نظر جایزه ها و برابری جایزه ها پایانتر از سطح بین المللی نیست. دیدار را نگرفتند. فستیوال دیدار از 16 تا 20 اکتبر برگزار می شود و سینماگران امید دارند جشنواره برای حرفه‌ای شدن فیلم ها تحریک می دهد. حالا سیر میکنیم به شهر کولاب. در کارگاه اوستای ساز سید نادر حیدروف بزرگترین دایره تاجیکستان ایجاد شده است. اوستای جوان از پیشنهاد پلیس زیاده بر عوض دایره که سیاحان خارجی پیشنهاد نمودن خودداری کرده این دایره نادر را به موزه ملی تاجیکستان تحفه کرد. حالا ببینیم که این اوستای ماهر به ساختن چه سازهای نادر دیگری قادر است. توجه کنید به گزارش همکارانمان مومن احمدی و محمود جان رحمتزاده. در این گوشه به چوب‌های بیجان سید نادر روح می‌بخشد. او با چنین تصور ساعت‌ها پیش این دستگاه به پا می‌ایستد. خداوند هم یک کسا با یک گروه چی میکنه مقصدی تعمیر روده میره. سید نادر 30 سال دارد و در کولاب مشهورترین اوستای ساز است. زیاده از 13 نمود اسباب موسیقی می سازد. نام سید نادر همان وقت ورد زبانها شد که بزرگترین دایره را دوام 1 ماه ساخت. شب و روز سید نادر با دوستان در گوشه از حولیش کار کردند و حالا این دایره در آثارخانه ملی شهر دوشنبه ایستاده است. تو 16-17 هزار سامانی خارجی ها کردن. این خیلی جا روبرو بودن استادا بودن با مسئولیتی گفتیم که مقصد همین چیزی دستی تاجیک است باید در آثارخانه تاجیک مال تاجیک باید بیسته. او هر سازی که می سازد به تمام به او داده می شود. کمی هم سهل نگری را نپسندد. در بالای اما اسباب خش رو کار کردن چخیل بگم ایتای دیل اما ساخته و چکن بعد اسباب خوب. سازهای ساخته سید نادر از 500 تا 20 هزار سامانی نرخ دارند و نوهای آن روز به روز می افزاید. امسال دولت هنرمندان چون او را از پرداخت انداز آزاد کرد. او می خواهد در مرکز شهر استاخانه و مرکز فروش خود را داشته باشد. ما یک گوشه باغ فرهنگی را انتخاب کردم به خاطری که همون باغ فرهنگی اسباب فرهنگی بسیار قلعه بود. همه اوجاتو را تحکیم با همون با این جلو کنی را که کار نشید. حالا که دولتداران سر جدا کردن زمین برای کارخانه سید نادر می اندیشند، او پی یک کارنامه دیگر است. این بار می خواهد دایره بزرگتری بسازد. او 1.5 به 1.5 بود. این 1.75 به 1.75. این دایره دیم کمتر وقت بسیار کشید که ما همون پوستشده کمتر وقت بسیار استفاده کنیم. سید نادر اوستایی است که می خواهد رشد کند. او ساختن دایره بزرگتر را شکستن رکورد قبلی خود می خواند.
او کسی است که هنرش را امتحان میکند. دویره‌ای که با ایو دویره‌ای که ساختم بودم مثلا رکوردی خدمه با خودم شکستم مثلا ایو با کلانتر در چند روز اخیر دسته های فوتبال بازان نورس تاجیک با چند پیروزیشان در سبقت های بین المللی مخلصان فوتبال را در تاجیکستان شاد کردند. نخست دسته نورسان فوتبال باز زیر 16 ساله در مالایزیا برای شرکت در جام جهانی فوتبال که سال آینده در پرو برگزار می شود راه خط گرفتند. همچنان دسته نورسان تا 19 ساله زیر رهبری موبین ارگاشف دسته بلاروس را در شهر مینسک شکست داد. اما طور به نظر می رسد قدم های اولین فوتبال باز دختران تاجیک در صحنه بین المللی زیاد موفق نیستند. همکارم امردین اولیموف در این باره گزارش می دهد. مدینه давлатоваи 14 сола дар тими мунтахаби занонаи кишвар дар мавқеи нимҳимоятгари марказӣ бозӣ мекунад. мегӯяд ширкат дар бозиҳои интихобии ҷоми осиё байни духтарони зери 16 сола барояш дарси хубе барои дарки иштибоҳҳои худ ва ҳамдастагонаш буд. Первый тур у нас был с Сингапуром. якум бозӣ бо Сингапур буд. дарвозабонамон иштибоҳ кард ба дарвоза 3 гол сар дод. дар маҷмӯъ мо бозии хуб доштем дар 3 давр. омодагиамон хуб буд. як моҳ тамрин кардем, аммо ба фикрам ба майдон нобоварона Ходили, может, расслабленными. Мандраж тоже действует иногда. шикаст бо ҳисоби бузург ва роҳ наёфтан ба бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё футболбоз духтарони то 16 солаи тоҷикро зери борони танқидҳо қарор дод. дӯстдорони футбол ки рафти бозиҳоро назора мекарданд аз он таассуф мехӯрданд ки духтарони тоҷик дар майдони худ натавонистанд бо дастаҳои меҳмон муборизаи баробар нишон диҳанд. дастаи мунтахаби занонаи тоҷикистон то 16 сола дар бозии аввалинаш аз тими сингапур бо ҳисоби 1-4 шикаст хӯрда дар бозии дуввумаш бар тими ҷазираҳои марьянаи шимолӣ бо ҳисоби 3-0 пирӯз шуд. духтарони футболбози тоҷик ду бозии минбаъдаро ба тимҳои Таиланд ва Эрон бо ҳисоби 1-0 бохтанд. Именно нехватку игрового опыта. набуди таҷрибаи зиёд, дарвозабони қавӣ ва омода набудан аз нигоҳи равонӣ аз омилҳои мағлубияти духтарони мо дар сабқати байналмилалӣ буд. Являлись ворота. дар тими мунтахаби футболи духтарони тоҷикистон 30 нафар духтаронро аз ноҳияҳои мухталифи кишвар шурӯъ аз Фархор то Хуҷанду Норак ҷалб карданд. Зебо Гасимова мегӯяд, барои қавӣ кардани тими футболи духтарона бояд шароити беҳтар фароҳам овард. Чтобы стремиться к этому, в принципе, мы должны. тамринҳои асосиро бояд пайваста ба роҳ монем, мусобиқаҳо ташкил кунем байни кишварҳои ҳамсоя. бояд бештар бозӣ кард то духтарон гум нашаванд. барои аксари духтарони ин сабқат бисёр мушкил буд. онҳо аз нигоҳи равонӣ омода набуданд ва муваффақ нашуданд. Не одни сборы, а там, допустим, минимум 2-3. духтарони футболбоз ва ҳам мураббиёни онҳо мехоҳанд лигаи занонаи футбол ки имсол таъсис ёфт фаъол бошад. ин таҷриба ва шонси ғалаба дар сабқатҳои байналмилалиро бештар мекунад. روز 1 اکتبر در شهر ژانوزن صدها نفر در مراسم دفن یک فعال جمعیتی اشتراک کردند که با جرم تشکیل اعتراض خادمان ساحه نفت 6 سال را در زندان سپری نمود. مقصد دوست مگمبتوف در سن 35 سالگی از بیماری سرطان درگذشت. او ادعا می‌کرد که در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است. در سال 2000 اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله اخبار رادیوی آزادی. تا روزهای بعدی خدا نگهدار شما باد.